سلام خدمت دوستان عزیز. امروز کردن چای رو یاد بدیم. ابتدا آب رو توی کتری میریزیم و میذاریم که جوش بیاد. توجه داشته باشه که کتری باید جیوه داشته باشه، به خاطر اینکه رطوبت آب رو میگیره و باعث میشه که چای روشن‌تر باشه. دوستان همونجور که ملاحظه میفرمایید آب ما الان جوش اومده و داره جوش میزنه و زیر کتری رو خود کم کنیم که کلا آب ته‌نشین بشه. جیفه‌هاش توجه کنید، باید ته‌نشین بشه، چون اگه با جیوه چای درست کنیم رنگ چای تیره میشه و زیاد زیبا نمیشه. تو این مدت که آب ته‌نشین میشه من میزان پیمانه یا که باید چای بریزم، چای خشک بریزم تو قوری ها بهتون میگم. الان این قوری پیمانش یه قاشق سرخالی هست، اما شما به اندازه قوری که خودتون دارید باید چای خشک رو بریزید. بستگی داره که حالا میزان قوری که دارید بزرگ باشه کوچیک باشه، مثلا شاید دو قاشق چای خشک نیاز باشه، ولی این قوری یک قاشق کافیه. اگه زیاد چای بریزید چای تلخ میشه، کم بریزید کم رنگ میشه. باید تعادل داشته باشه که میزان رنگ چای و طعم چای واقعی باشه، طوری که نیاز نباشه بهش آب جوش اضافه کنید. توجه کنید آب الان ته‌نشین شده جیوه هاش. الان موقع اینه که بریزیم توی قوری. چای دم کردیم، آب جوش رو تو قوری ریختیم و الان گذاشتیم روی کتری تا جوش بیاد. دقیقاً 3 دقیقه الی 4 دقیقه طول میکشه که چای ما دم بکشه. دوستان دیگه چای باید آماده شده باشه. امتحانش میکنیم ببینیم رنگش چطوره. بله دقت کنید خیلی چای خوش رنگ و خوش طعمی شده. انشالله که شما هم میشه خانواده درست کنید و تو این روز زمستانی لذتش رو ببرید. اگر از فیلم ما خوشتون اومد دکمه سابسکرایب رو بزنید و دکمه زنگوله رو همچنین تا از ویدیوهای بعدی ما لذت ببرید. خیلی ممنون.